آیا واقعاً بعد از 35 سالگی شانس بارداری ناگهان سقوط می کند؟ اگر این حرف درست باشد، یعنی خیلی از آدم‌هایی که امروز در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، عملاً خیلی دیر تصمیم می گیرند. اما جالب اینجاست که بعضی از تحقیقاتی که این باور را ساختند، بر اساس داده‌هایی هستند که صدها سال قدمت دارند. پس سوال این است، واقعاً علم درباره سن باروری زنان چه می گوید؟ وقتی به خانه پدر و مادرمان می رویم، معمولاً بعد از چند دقیقه یک سوال آشنا مطرح می شود. خب، شما کی می خواهید ما را مادر بزرگ و پدر بزرگ کنید؟ و اگر چند سال از ازدواج گذشته باشد، سوالها جدی‌تر هم می شود. دیگه وقتشه بچه دار بشین. سن داره میره بالا، بعداً دیر میشه ها. اما اگر کمی در اینترنت جستجو کنید، فشار حتی بیشتر می شود. خیلی از مقاله ها می گویند که باروری زنان بعد از 35 سالگی به سرعت کاهش پیدا می کند. حتی بعضی از اینفلوئنسرها توصیه می کنند که قبل از 35 سالگی تخمک هایتان را فریز کنید. و ناگهان این حس به وجود می آید که یک ساعت بیولوژیکی در بدن در حال تیک تیک کردن است. اما واقعاً چقدر این حرف ها درست است و اصلا این موضوع در ایران چگونه است؟ در بسیاری از کشورهای اروپایی مردم نسبت به گذشته دیرتر بچه دار می شوند. در کشور آلمان مثلا میانگین سن مادران هنگام تولد اولین فرزند حدود 31 سال است. در ایران این عدد کمی پایین تر است. بر اساس آمارهای رسمی میانگین سن مادران در اولین فرزندآوری حدود 27 تا 28 سال است. اما این فقط میانگین کل کشور است. فرزندآوری در سنین بالاتر دلایل زیادی هم دارد. طولانی‌تر شدن تحصیلات، مشکلات اقتصادی، پیدا کردن شغل و البته تغییر سبک زندگی. اما از نظر بیولوژیکی چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی یک دختر متولد می شود، حدود 1 تا 2 میلیون تخمک در تخمدانهایش دارد. در طول زندگی بدن دیگر تخمک جدیدی تولید نمی کند. در زمان بلوغ این تعداد به حدود 500,000 تخمک کاهش پیدا می کند و در نهایت در طول زندگی فقط حدود 300 تا 500 تخمک واقعاً شانس آزاد شدن و بارور شدن دارند. با افزایش سن 2 اتفاق می افتد. اول اینکه تعداد تخمک ها کمتر می شود، دوم اینکه کیفیت آنها کاهش پیدا می کند. به همین دلیل احتمال برخی مشکلات کروموزومی هم با افزایش سن بیشتر می شود. اما آیا واقعاً سن 35 سالگی یک مرز جادویی است؟ اگر در اینترنت جستجو کنید ممکن است اینطور به نظر برسد. در بسیاری از دستورالعمل‌های پزشکی گفته می شود اگر زوجی برای بارداری تلاش کنند اما موفق نشوند، اگر زن زیر 35 سال باشد بعد از 1 سال باید به پزشک مراجعه کنند، اما اگر بالای 35 سال باشد بهتر است بعد از 6 ماه بررسی پزشکی انجام شود. اما این به این معنی نیست که ناگهان در 35 سالگی همه چیز تغییر می کند. کاهش باروری در واقع یک روند تدریجی است. نکته جالب اینجاست که یکی از مطالعاتی که خیلی درباره کاهش شدید باروری بعد از 35 سالگی به آن استناد می شود، بر اساس داده هایی است که صدها سال قدمت دارند. بعضی از این داده ها حتی از ثبت های کلیسا در چند قرن پیش جمع‌آوری شدند. در آن زمان شرایط زندگی کاملا متفاوت بود. مراقبت‌های پزشکی محدودتر بود، مرگ و میر بیشتر بود و روش‌های پیشگیری از بارداری هم وجود نداشت. در آن دوران حتی 35 سالگی هم سن نسبتاً بالایی محسوب می‌شد. به همین دلیل مقایسه مستقیم آن زمان با دنیای امروز چندان دقیق نیست. در سالهای اخیر یک گزینه جدید هم زیاد مطرح شده است: فریز کردن تخمک. در بسیاری از کشورهای اروپایی
زنان می توانند در سنین پایین‌تر تخمک‌های خود را فریز کنند تا در آینده از آن استفاده کنند. حتی برخی شرکت‌های بزرگ این هزینه را برای کارمندان خود پرداخت می کنند. اما در ایران وضعیت کمی متفاوت است. فریز کردن در بعضی کلینیک‌های ناباروری انجام می شود، اما هنوز خیلی رایج نیست. هزینه آن بالا است و بسیاری از افراد اصلا درباره آن اطلاعات زیادی ندارند. به همین دلیل برخلاف اروپا این گزینه هنوز برای خیلی از زنان ایرانی به راحتی در دسترس نیست. در بحث باربری معمولاً بیشتر تمرکز روی زنان است، اما مردان هم نقش مهمی دارند. با افزایش سن مردان نیز کیفیت اسپرم کاهش پیدا می کند و احتمال برخی مشکلات ژنتیکی بیشتر می شود. اما این روند معمولاً کندتر از زنان اتفاق می افتد. در نهایت یک تضاد جالب در زندگی مدرن وجود دارد. از نظر بیولوژیکی بهترین سن باربری معمولاً در دهه 20 زندگی است، اما در دنیای امروز خیلی از افراد در این سن هنوز در حال تحصیل هستند یا تازه وارد بازار کار شدند یا هنوز شرایط مالی پایدار ندارند. به همین دلیل تصمیم برای بچه دار شدن اغلب به اوایل یا اواسط دهه 30 زندگی موکول می شود. بنابراین واقعیت پیچیده تر از چیزی است که معمولاً در اینترنت می خوانیم. بله، باربری با افزایش سن کاهش پیدا می کند، اما این کاهش ناگهانی نیست و برای همه افراد یکسان هم نیست. سلامت، سبک زندگی، ژنتیک و شرایط زندگی همگی در این موضوع نقش دارند. و حالا یک سوال برای شما اولین بار چه زمانی به بچه دار شدن فکر کردید؟ و به نظر شما در شرایط امروز ایران بهترین سن برای فرزندآوری چه سنی است؟ خیلی دوست دارم تجربه های شما رو در کامنت ها بخوانم.